ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ابو عبدالله رودکی. ابو عبدالله رودکی قافله سالار ادبیات تاجیک و فارس. غزل و ترانه و رباعی‌های شاعر، قصیده و قطعه‌های مکمل او و نهایت پاره‌های باقی مانده از داستان کلیله و دیمنه و مثنوی‌های گمنام امروز با درخش و رنگارنگی و محتوای حیاتی و انسانی خود ما را مفتون می‌سازد. میراث منظوم رودکی گنجینه بزرگ معنوی تاریخ گذشته ما میباشد. ما باید این میراث پرارج را یکجایه با اشعار بازمانده همعصران رودکی تحقیق کنیم. سر و اسرار اعجاز سخن رودکی را برای دیگران بازگو نماییم. ما تأسیس مرکز علمی بنیاد رودکی را تبریک میگوییم و کارهای اولین آموختن و به چاپ آماده نمودن متن علمی دیوان رودکی را پیغام نیک رودکی شناسی میدانیم. رودکی شناسی باید یک قسم مهم علم و ادب ما گردد و در مرکزهای علمی دانشگاه‌ها خوب به راه مانده شود. اصلا یکی از پرابلم‌های جدی که در تاریخ ادبیات ما وجود دارد و باید با نهایت دقت و نزاکت حل شود، این مسئله سهم تاجیکان ماوراءالنهر و خراسان در زنده نگاه داشتن و پرورش زبان و ادبیات تاجیک و فارس است. این گنجینه نادر و سرشار بدون شک ثروت ملی تمام فارسی زبانان است. گذشته از این، شاعران بزرگ ما از قبیل استاد رودکی و حکیم فردوسی، عمر خیام و جلال الدین بلخی، سعدی و حافظ و دیگران به تمام انسانیت تعلق دارند و در سراسر عالم متمدن صاحب برحق شهرت و محبوبیتند. امروز دلیل‌های قوی وجود دارند که در اساس آنها دانشمندان مکان ظهور و نشأ و نمای زبان و ادبیات تاجیکی و فارسی را ماوراءالنهر و خراسان می‌دانند. اولین قیام‌های سیاسی به مقابل حکومت نیرومند زمان از همین جا برخاستند و مردان چون مقنع، ابو مسلم، یعقوب لیث و اسماعیل سامانی به حیث سروران نخستین دولت‌های ملی از قبیل طاهریان، صفاریان و سامانیان در همین سرزمین به وجود آمدند و نخستین شاعران از جمله قافله سالار شعر تاجیکی و فارسی ابو عبدالله رودکی و داستانسرای کم نظیر جهان ابوالقاسم فردوسی از این دیار برخاستند و اولین آثار علمی و ترجمه ها نیز در همین جا پیدا شدند. میخواهم تأکید نمایم که با وجود آن همه شکست و ریختها در مسیر تاریخ دور و دراز خلقمان به کسی میسر نشد که روح ملی و شعله وطن دوستی و استقلال جویانه را در این سرزمین خاموش سازد. همه این صحیفه های سرشار از دلاوری و فداکاری در راه وطن و ملت، این همه جد و جهد فرهنگ سازی و تمدن آفرینی برای مردم امروز هم درس عبرت و نمونه پیروی است. این میراث پربهای ادبی برای کشور صاحب استقلال ما که رو به جامعه حقوق بنیاد دنیوی نهاده است خیلی مهم و ضرور می باشد. زیرا بنیاد جامعه نو انسان خودشناس و خودآگاه و دارای اخلاق نیک و معنویت بلند را تقاضا می نماید. و خوشبختانه آثار ادبی نیاگان ما سرشار اندیشه های والای اخلاقی و بشردوستی بوده در تربیه احساس وطن دوستی و افتخار ملی و وحدت و همبستگی مردم نقش بزرگ می‌بازند. در اینجا خاطر نشان ساختن به مورد است که کارنامه ایجادی و انسانی استاد ابو عبدالله رودکی در نزد ملت و وطن خویش باید برای نسل امروزه ضیایان تاجیک نیز همچون تمثال برجسته فداکاری و خودفرسایی، نوجویی و نوپردازی، جسارت و متانت و ایمان آوردن به روح شکست ناپذیر انسان باشد. یعنی اگر ما واقعا خود را وارثان و میراثخواران مردان بزرگ ملت از قبیل استاد رودکی و دیگر ابرمردان خلقمان شماریم، اندیشه، عمل و زندگی ما باید ارزنده و موافق نام نیک گذشتگانمان باشد.